سلام، سلمازم. قرار امروز آموزش دوخت این کیف کوچیک جاسویچی یا کلید رو بهتون آموزش بدم بدون نیاز به آس سردوزی یا چرخ سردوز. با من همراه باشید. خب تو این قسمت زیپ رو ما به این قسمت جلوی کیف دوخت میزنیم. بعد از اینکه دوخت زدیم یه بخیه نازک هم میزنیم به سمت پایین تا مرتب بایسته. قبل از این کار اگر پارچتون ریش ریش میشه میتونید از نوار اریب استفاده کنید. اول نوار اریب رو با زیپ بدوزید و بعد این بخیه رو بزنید، ولی من چون پارچم ریش ریش نمیشه این کار رو نمی کنم و میتونم راحت دوخت بزنم. حالا قسمت بالا رو به زیپ وصل میکنیم و دوخت میزنیم. اگر پارچه شما ریش ریش میشه حتما هر قسمتی رو که میدوزید ببینید یه نوار اریب وصل کنید تا نیاز به سردوز زدن هم نباشه. تو این مرحله سرزیپ رو داخل زیپ میکنیم و تا وسط میاریم. من یک نوار کوچیک از پارچه رو این بالای زیپ میدوزم به عنوان بندینک. میتونیم حلقه جا کلیدی رو داخل این بندینک بعد بندازیم یا هر استفاده دیگه. اگه دوست داشتید که یه طرح کوچیک روی کیف بزنید میتونید به روش من یک جمله بنویسید. من نوشتم stay strong، یا نه یه قلب برش بزنید یا ستاره برش بزنید و روی کیف بچسبونید و بدوزید. اینجا طرح روی کیف اختیاریه، هرچی دوست دارید و هرچی به نظرتون زیباتره. میتونید هیچ طرحی هم نذارید و ساده باشه، خود سادگی هم یک جور زیباییه. من از یک جمله استفاده کردم و روی کیف چسبوندم و دوختم. تو این مرحله شما کاملا بنا به سلیقتون عمل کنید به نظرم. حالا دور تا دور این طرحمون رو میدوزیم تا محکم باشه.